سلام بچه، این ویدیو هیچ سرگرمی نداره و احتمالاً حوصله سر بره. یه ساعت صدای من و صورت حمزه، اما واقعا تلاس. با کامل دیدنش و عملی کردنش توی زندگیتون کیفیت زندگی اجتماعیتون واقعا میره بالا. برای من که اینطور بوده. به مراتب دنیا جای قشنگتری میشه. پس سعی کنید کامل ببینید. بهتر شدن جامعه برای من مهمتر از حال دادن یوتیوب بهمه. برای همین مهم نیست اگه کامل و پشت هم نمیرید همشو. میتونید روزی 5 دقیقه ببینید. بعد از اینکه کامل دیدید هر از گاهی برگردید و چند تا اصل رو دوباره مرور کنید تا خوب تو ذهنتون جا بیفته. ذهنای معتاد به دوپامینتون رو بذارید کنار. حق میدم که الان دنبال یه چیز سرگرم کننده باشید، یه چیزی که خوش بگذره، ولی این کلاس حوصله سر بره و این چیزیه که بهش نیاز داریم. درسته که دوپامین میخوایم، سرگرمی میخوایم، لذت بردن میخوایم، ولی چیزی که نیاز داریم دقیقاً همین چیزای حوصله سر برن. من 6 ماه پیش، یه سال پیش بود ویدیوهای خودمو نمیدید چون مدام دنبال یه چیز سرگرم کننده بود. این ویدیو پر محتواست. ببینید، امیدوارم لذت ببرید. تو این کورس آموزشی به اصول مشخص شده تو این کتاب عالی میپردازیم. چجوری دوست پیدا کنیم و روی مردم اثر بذاریم. اثر دیل کارنگی. حتی که قبلا این کتابو خوندی یا الان میخوای اون اصول رو یاد بگیری، این ویدیو پر از محتوا برای استفاده و بخشای عملیه. اینا کمکت میکنن که آسونتر و سریعتر از همیشه دوست پیدا کنی. با این کتاب در حالی که داری مربی بهتر ازت در میاد، یه سرگرم کننده بهتر و یه شنونده با درک‌تر هم میشی. برای هر کسی یه چیزی برای یاد گرفتن از این کتاب. توی این کلاس 30 تا اصل برای موفقیت اجتماعی رو بهتون توضیح میدیم. قبل اینکه شروع کنیم، خود دل کارنگی میگه یه راه جادویی برای بردن بیشترین استفاده از این کتاب وجود داره و اون یه اشتیاق تموم نشدنی و یه انگیزه زیاد برای بهتر کردن مهارت‌های اجتماعی تونه. بهتون پیشنهاد میکنه که اهمیت این اصول رو مدام به خودتون یادآوری بکنید. همچنین چقدر یه دایره اجتماعی غنی رو دوست خواهید داشت. الان یه تمرین کوچیک کنیم. فرض کنید با یه آدم جدید آشنا میشید. این شخص رو تو ذهنت تصور کن. قیافش چجوریه؟ صداش چجوریه؟ حالا فرض کن وقت گذاشتی و مهارت‌های اجتماعی تو بهتر کردی و الان میتونی تایم بهتری با این شخص بگذرونی. به این صورت با آشنا شدن با این شخص بهشون احساس قدردانی شدن و مهم بودن رو میدی. این باعث میشه اون شخص شکرگزار باشه برای تو از اینکه دیدنت تو پوست خودشون نمیگنجن، به خاطر وقتی که گذاشتی برای بهتر کردن مهارت‌های اجتماعیت. مکالمات با این شخص باعث میشه اون حس خیلی بهتری راجع به خودش داشته باشه. این عالیه. با یاد گرفتن اصول این کتاب داریم مثبت بودن رو گسترش میدیم. پس برای برداشتن اولین قدم توی بهتر کردن مهارت‌های اجتماعی، با این توضیحات بیا اولین بخش این کتابو شروع کنیم. اصول پایه اداره کردن آدما. اصل اول: هیچ وقت انتقاد نکن، خورد نکن و غر نزن. کارنگی میگه برای بهترین اثر این کتاب اول همش یه دور سری بخون، بعد برگرد و اصول رو یه بار دیگه مرور کن. طبق این توضیحات برای بهتر کردن روابط اجتماعیتون خیلی راه وجود داره. برای اینکه به طور کلی بفهمید که داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم، میتونید کل ویدیو رو کامل ببینید الان. بعد طی ماه آینده یکی یا دو اصل رو مرور کنی. بعد از این باید تمرکزت رو روی این بذاری که هر چی که یاد میگیری و به طور فعال توی زندگیت عملی کنی. کارنگی میگه موقع یاد گرفتن هر اصل باید وایسی و به خودت بگی چجوری میتونم اینو توی زندگی واقعی اجرا کنم. پس در طی این ویدیو هر از گاهی ویدیو رو استاپ کن و ببین با یه شخصی توی مکانی توی زمان خاصی چجوری میتونی اینا رو عملی کنی. امیدوارم این کورس انقدر براتون مفید باشه که هر از گاهی برگردید و نگاش کنید و مدام مهارت‌های اجتماعیتون رو بهتر کنید. پس با گفتن اصل اول شروع میکنیم. اصل اول از اصول پایه اداره کردن آدم‌ها اینه که هیچ وقت انتقاد نکن، خورد نکن یا غر نزن. کارنگی میگه هر احمقی میتونه انتقاد کنه، خورد کنه یا غر بزنه و اکثر احمقا میکنن. به شخصیت و کنترل نیاز است که درک کنیم و بخشنده باشیم. اینجا حرف آبراهام لینکن بازگو میشه. کسی رو قضاوت نکن تا قضاوت نشی. لینکن هزار تا دلیل داشت که مردم رو قضاوت کنه ولی هیچ وقت نکرد. اون میگفت از کسی انتقاد نکن، چون اگه ما هم تو همون شرایط اونا بودیم همون کارو میکردیم. و خب منطقیه. اگه همه چیمون مثل داستان زندگی، پروسه فکری یا محیطمون یه جور بود، احتمالاً ما هم همون جوری رفتار میکردیم. پس ما نمیتونیم وقتی که خودمون اگه جای اونا بودیم همون کارو میکردیم از کسی انتقاد کنیم. این اصل برای عملی کردن خیلی سخت به نظر میاد، ولی خیلی آسونه که با کسی که خراب کرده بد برخورد کنیم. اینکه قضاوت نکنیم و همه تلاشمون رو کنیم که بفهمیم چرا این کارو کردن سخت‌تره، ولی خب برامون خیلی هم بهتره. انجام این اصل تو رو آدم مهربونتری میکنه. اصل مهربونی مگه همین نیست که تو شرایطی که ما انتقاد کردنمون میاد مهربون باشیم؟ پس این ذهنیت که از کسی انتقاد نکنی، خورد نکنی یا سرشون غر نزنی یا تو ذهنت داشته باش. بعد یه مدت میبینی که آدم مهربونتر و با درکتری شدی. اصل دوم در اصول پایه اداره کردن آدم‌ها اینه که از ته دل و به صورت واقعی قدردان آدم‌ها باشیم. کارنگی میگه ما از طریق غذا بدن بچه‌ها، دوستا و کارمندامون رو تغذیه می‌کنیم، اما چند وقت یه بار به عزت نفسشون حال میدیم. ما با نگفتن کلمات قدردانی کننده که سالها توی ذهنشون مثل یه آهنگ قشنگ پلی میشه، در حقشون کوتاهی می‌کنیم. اینجای کتاب اسم سواب منشن میشه. رئیس جمهور آمریکا در سال 1921 که میگه
آدما بهترین ورژن کار خودشون رو از طریق قدردانی و تشکر ارائه میدن، نه از طریق انتقاد و خورد کردن. آدما رفتارهای خودشون رو از طریق بازخوردهای مثبت یاد میگیرن. هزاران مطالعه روانشناسی هست که اینو تایید میکنن. اگه میخوای کسی رفتار مد نظر تو با خوشحالی انجام بده، از طریق قدردانی واقعی اونو تشویقش کن. نشونشون بده و بهشون بگو که برای کاری که دارن میکنن شکرگزاری. شاید آدم بدی به نظر میام، ولی هیچ وقت برای درست کردن صبحونه از مامانم تشکر نمیکردم. اخیرا ازش تشکر کردم و به خاطر نیمروهای خوبی که درست میکنه کلی ازش تعریف کردم. انگار داره بیشتر لذت میبره از کارش و قطعا باعث لبخندش شد. همه کارکنان، چه فروشنده‌های مغازه‌ها، چه کارگرها، چه اعضای خانواده‌مون، همشون آدمن و همشون گرسنه قدردانی شدنن. کارنگی میگه روی قطار رفت آمد روزانه‌تون چند تا هدیه قدردانی داشته باشید که به مردم بدید. دفعه بعد که میری فروشگاه میبینی که یه فروشنده خیلی خوب داره کارشو انجام میده، ازش تشکر کن. دفعه بعد که یه غذای خوب یا یه سرویس خوب از یه رستوران میگیری، بهشون بگو، بابتش تشکر کن. اینجوری توی اطرافت فاز مثبت پخش میکنی و شرط می‌بندم افراد لبخند میزنن. سومین و آخرین اصل از اصول پایه اداره کردن آدما، به افراد سود شخصیشون رو نشون بده. کارنگی میگه فردا شاید بخوای یکی رو ترغیب کنی که کاری که می‌خوای انجام بده. قبل حرف زدن وایسا از خودت بپرس چجوری میتونم یه کاری کنم که این شخص خودش بخواد این کار رو انجام بده. اینجا یه حرف از هنری، یکی از بهترین توصیه‌های رابطه‌ای که شنیده، بازگو میکنه. گفته که اگه موفقیت یه راز داشته باشه، اون راز اینه که خودت رو جای دیگری بذاری و مسائل رو از دید اون به خوبی دید خودت ببینی. به جای بحث و تهدید یه بچه وقتی که مقاومت میکرد از رفتن به حیاط، یکی از اعضای کلاس دل کارنگی یه حرکت متفاوت زد. خودش و زنش و بچه‌ش شروع کردن نقاشی کشیدن روی دیوار و برای بچه از مزایای حیاط میگفتن. این از صرفاً راجع به اینه که چجوری به طرف مقابلمون انگیزه بدیم. خودتو جاشون بذار و به خواسته‌هاشون فکر کن. ببین چی میخوان. انجام نیازهای مشتری خیلی چیز مهمیه توی بیزنس. برای همین شرکت‌های بزرگ روی مخاطب هدفشون تغییر میکنن که ببینن چی میخواد. مهم نیست که خواسته شرکت چیه، مهم نیاز مشتریه. این اصل خیلی شبیه قانون 13 کتاب 48 قانون قدرته. وقتی یه کمکی میخوای سودشون رو توش نشون بده، دنبال رحم و وجدانشون نباش. تأکیدو بذار روی سودشون و به این ترتیب با آگاه بودن از علایق افراد این اصل رو توی زندگیت عملی کن. بیا یه مثال بزنیم. من همیشه یکی میخواستم که باش برم باشگاه. یکی که بیاد و وقتی وزنه سنگین میزنم مواظب باشه. به نظرت وقتی میپرسیدم کسی میخواد با من بیاد باشگاه، کسی میخواست؟ نه. ولی وقتی که شروع کردم گفتن سود خودشون از انجام این کار، مثل افزایش عضله یا اعتماد به نفس، در این حالی که دارن ایمن تمرین میکنن با کسی که سالها توی باشگاه تجربه داره، به جای چیزی که خودم میخواستم شروع کردم صحبت راجع به سود اونا از این داستان. و الان همیشه یکی از که باش برام باشگاه. و بعدی بخش جدید رو شروع میکنه و اونم اینه که چجوری تو چش آدمو دوست داشتنی باشیم. اصل اینه که واقعا با آدما حال کن. کارنگی میگه توی 2 ماه حال کردن واقعی با آدما دوستای بیشتری پیدا میکنی نسبت به اینکه کاری کنی اونا با تو حال کنن. اینجا یه روانشناس به نام آلفرد منشن میشه. کسی که با نزدیکاش حال نمیکنه بیشترین سختی رو تو زندگیش میکشه و بیشترین آسیب رو به بقیه میزنه. تمام مشکلات انسانی از چنین آدمایی شروع شدن. من این اصل رو در کنار فکری که همیشه تو ذهنم دارم استفاده میکنم. همه یه داستان جالب برای تعریف کردن دارن. همه یه اشتباهی کردن که ما میتونیم ازش درس بگیریم، یا یه موفقیتی دارن که میتونیم تقلیدش کنیم. فقط با واقعا حال کردن با آدما میتونی این چیزا رو بفهمی راجبشون. عملی کردن این اصل مکالماتتو عمیق‌تر میکنه. یه شاعر به نام پابلیلیوس سایرس میگه ما وقتی با بقیه حال میکنیم که اونا با ما حال کنن. اینجوری با بر اومدن از پس مکالمات سطحی که معمولا خودمون رو بهشون محدود میکنیم، رفاقتای با کیفیت رو عمیق‌تر میکنی. یه راهکار درست حسابی برای این اصل اینه که سوالای بیشتری بپرسی. ببین مکالمتون به کجا میرسه و احتمال زیاد یه چیزی پیدا میکنی که برات جالب باشه. اون شخص از توجهی که بهش میکنی احساس عالی میگیره و تو هم چند تا چیز یاد میگیری این بین. دومین اصل توی دوست داشتنی شدن به چش آدما اینه که لبخند بزنی. کارنگی میگه شادی نه به عوامل خارجی بلکه به عوامل درونی ربط داره. مهم نیست کی، کجایی، چی داری یا کاری که داری میکنی خوشحالت میکنه یا نه. مهم دید و نظرت راجع بشه. تمرین کارهای پشتیبانی تلفنی اینجوریه که باید پشت گوشی لبخند بزنن، چون لبخند توی صدای آدم‌ها حتی پشت تلفن مشخص میشه. اگه حال لبخند نداشته باشیم چی؟ کارنگی نقل قول از روانشناس معروف ویلیام جیمز بازگو میکنه. مسیر سلطنتی به خوشحالی. اگه خوشحالیمون از دست داده باشیم اینه که خوشحال بشینیم و جوری حرف بزنیم و رفتار کنیم که انگار همین الانم خوشحالیم. اداشو در ارتباطی که واقعی میشه. ما می‌بینیم که این جمله واقعیه. ادای شادیو در میاری و لبخند میزنی. یهو می‌بینی هم دارن به تو لبخند میزنن و خوشایند بودن موقعیت باعث لبخند واقعیت میشه. خودتو مجبور کن که لبخند بزنی. بعد فکر کن که چقدر احمقانه زوری لبخند بزنی. اینجوری خودت شروع می‌کنی خندیدن. هر وقت گوشیت زنگ خورد یادت باشه که زوری لبخند بزنی. اگه با یه لبخند گوشیو جواب بدی اون شخص فکر می‌کنه خیلی خوشحالی برای حرف زدن باهاشون. انرژی خودت خیلی خوشایندتر میشه و طرف مقابلت هم همین حسو ازت میگیره. عملی کردن این اصل و لبخند زدنت قطعا باعث میشه که مردم هم به تو لبخند بزنن. باعث میشه که فکر کنی با مردم توی محیطت بیشتر در ارتباطی. و به نظر من این اصل بیشتر از هر اصل دیگه زندگیمو تغییر داده.
اداشو در ارتباط که واقعی میشه. این بازخورد مثبت تکرار شونده رو شروع کن. سومین اصل از بخش دوست داشتنی شدن به چش آدما اینه که اسم یه شخصی برای خودش شیرین ترین آوا بین همه زبوناست. کارنگی میگه یه فرد معمولی اسم خودش از تمام اسمای دنیا روی هم رفته براش بیشتر اهمیت داره. اسم آدما رو بهشون بگو و به این صورت به سادگی یه تعریف و اثر مثبت به جا گذاشتی. اندرو کارنگی میگه که شدت اهمیتی که آدما به اسم خودشون میدن حتی از سن 10 سالگیشون شروع میشه. اون یه لونه پر از خرگوش داشت و هیچ غذایی نداشت که بهشون بده. پس به بچهای همسایه و محله گفت برن غذا برای خرگوشا بیارن و روی هر خرگوش اسم اون بچه‌یو میذاشت که بهش غذا داده. اوایل که شروع می‌کنی اسم آدما رو گفتن، وسط مکالمه گفتنش یه جوری به نظر میاد، ولی می‌بینی که مردم بیشتر پذیرا میشن وقتی که اسمشون رو میبری توی مکالمه. هر وقت که شماره کسی دستم میاد، همیشه اولین پیام یا وایس رو با گفتن اسمشون شروع میکنم. سلام کیتلین، من حامزام. یکم پیش هم دیدیم. عملی کردن این اصل باعث میشه آدما فکر کنن برات مهمترن و عمیق‌تر باشون ارتباط میگیری. اینکه اسم کسی رو یادت بمونه مثل ایجاد کردن این پیوند عمیق بینتونه. و الان از خودت میپرسی من چجوری اسم آدما رو حفظ کنم و یادم بمونه؟ فکر نمی‌کنم تاکتیک خفنی وجود داشته باشه. صرفا توجه بیشتری میخواد. کارنگی میگه اکثر آدما اسم کسی یادشون نمیمونه چون انرژی و وقت لازمو صرف نمیکنن که اسم اون شخص رو با خودشون تکرار کنن و حفظش کنن. پس راه این که اسم آدما یادت بمونه اینه که اهمیت بیشتری بهشون بدی و توجه بیشتری خرج کنی که اسمشون یادت بمونه. همیشه اهمیت زیادی که به اسممون میدیم و یادت باشه. این فکر رو همیشه تو ذهنت داشته باش. و اصل چهارم از بخش دوست داشتنی بودن به چش آدما اینه که شنونده خوبی باش و مردم رو تشویق کن که راجع به خودشون حرف بزنن. کارنگی میگه اگه میخوای خوب صحبت کنی اول خوب بشنو، جالب باش و بذار مردم برات جالب باشن. یه سوالایی بپرس که طرف مقابلت لذت میبره از جواب دادن بهشون. تشویقشون کن که راجع به خودشون و موفقیتشون صحبت کنن. نقل قول از ادوارد باکس، یه آلمانی مهاجر که در فقر به سر میبره. هیچ اسم و رسمی نداشت ولی شروع کرد به آدمای معروف گشتن. چجوری این کارو کرد؟ تشویقشون کرد که راجع به خودشون صحبت کنن. برای ابراهام لینکن نامه مینوشت و از جزئیات بچگیش سوال میپرسید. یه پسر فقیر که تقریبا هیچ آینده‌ای نداشت، صرفا با شنونده خوبی بودن یه مهمون خوشایند شد توی خونه آدمای معروف. مسئله اینه که ما عاشق حرف زدن راجع به خودمونیم، بیشتر از این که بخوایم گوش بدیم. ولی اگه تو کسی بشی که از شنوندگی لذت میبره و مردم رو تشویق میکنی که راجع به خودشون صحبت کنن، اون موقع مردم عاشق حرف زدن باهات میشن. این اصل عملی کن و میبینی که مکالماتت چجوری سریع تغییر میکنن. شروع میکنن به صحبت از بخشای خصوصی زندگیشون و احتمالاً میگن که تا حالا این حرفا رو به کسی نزدن. با عملی کردن این اصل داری یه خدمت عالی به جامعه میکنی. گاهی نیاز داریم با کسی حرف بزنیم که صرفاً یه شنونده خوبه و فقط نمیخواد جوابمون بده. میتونی برای خانواده‌ت و دوستات این شخص بشی و قطعاً برات شکرگزار خواهند بود. این قضیه یه عیبی داره. اونم این که کسایی که باشون حرف میزنی شاید شنونده خوبی برای حرفای تو نباشن. شاید مکالمات زیاد تعادل نداشته باشن. انگار همه حرفا رو اونا میزنن و شنیدن گردن تو. پس که این نوبت توئه که حرف بزنی. من شخصا متوجه این قضیه شدم. و به نظرم به خاطر اینه که یه شخص عادی بیشتر نیاز داره که حرف بزنه و حرفا رو از ذهنش خالی کنه تا اینکه بخواد بشنوه حرفیو. ولی هر چقدر آدمای بیشتری این کتابو بخونن به شنونده‌های بهتری برمیخوریم. به همین دلیل فکر میکنم که این کتاب باید به همه پیشنهاد داده بشه و دلیل درست کردن این کلاس هم همینه. اگه همه مردم بخوان این اصول رو انجام بدن دنیا واقعا جای بهتری میشه. پس این کتابو با بقیه شیر کن. شاید یه PDF براشون بفرست یا این کتابو از یه سایتی براشون سفارش بده یا لینک این ویدیو رو براشون بفرست که بیان ببینن. اگه اصول رو انجام بدن به نفع توئه. الان یه شنونده عالی داری برای شنیده شدن حرفات. پنجمین اصل برای دوست داشتنی شدن به چش آدما اینه که طبق علایق طرفت حرف بزنی. کارنگی میگه مهمونای روزولت همیشه خیلی حال می‌کردن با دانش پهناوری که داره، به خصوص راجع به موضوعی مورد علاقه اونا. روزولت رازش رو افشا کرد. اون شبا بیدار میموند و راجع به موضوع مورد علاقه مهموناش مطالعه می‌کرد. همونطور که روزولت میدونست و اکثر لیدرهای دنیا میدونن، راه رویایی برای ورود به قلب آدما صحبت راجع به چیزایی که براشون خیلی مهمه. یه سری توصیه راجع به این اصل دارم و این روش دقیق من برای عملکرد عالیم تو مصاحبه‌های کاریه. همیشه قبل روز مصاحبه یا اولین تماس کاری راجع به شرکت و شخص استخدام کننده تحقیقات اضافی میکنم. همیشه یه چیز جالب برای پیدا کردن هست و وقتی توی مصاحبه اینو میگی اونا حال میکنن. واقعا خوشحال میشن از اینکه تحقیق کردی و فهمیدی چه چیزایی براشون جالبه. عملی کردن این است یه راه حتمیه برای اینکه هیچ وقت حرفات ته نکشن. اگه راجع به علایقشون حرف بزنی و طبق اصل قبلی یه شنونده خوب باشی و تشویقشون کنی که راجع به خودشون حرف بزنن، دیگه لازم نیست تو زیاد حرف بزنی و کلی اطلاعات راجع به چیزایی که تا حالا اصلا نمیدونستی یاد میگیری ازشون. هیچ وقت نمیدونی تعیین مکالمات کجاست. حرف زدن راجع به علایق دیگران باعث شده من به یه سری پارتی‌ها، مهمونی‌ها یا یه سری ورزش‌های خفن دعوت بشم. خیلی رایجه که آدما وسط مکالماتون خیلی ریز اون چیزی که بهش علاقه‌مندن رو میگن. اگه تو متوجه اون علاقه بشی و یه سوال راجبش ازشون بپرسی، چشمشون درشت میشه. انگار خیلی وقت میخوان راجبش صحبت کنن ولی کسی ازشون چیزی نپرسیده. کسی طبق علایقشون باشون حرف نزده. تا الان پیش نیومده کسی بیاد راجع به علایقشون بپرسه. پس تو این لطفو بهشون بکن.
و خیلی اوقات دعوتت میکنن که تو اون علاقه همراهشون بشی. ششمین و آخرین اصل برای بخش دوست داشتنی بودن به چش آدما اینه که باعث بشی طرف حس کنه مهمه و اینو از ته قلبت انجام بدی. کارنگی میگه مهمترین قانون توی دنیا اینه که جوری با مردم رفتار کن که دوست داری اونو باهات رفتار کنن. میخوای که مردم ارزش تو ببینن، تشنه قدردانی واقعی هستی، پس تو به بقیه بده. کارنگی از یه رستوراندار فرانسوی میگه که از اصل احساس مهم بودن دادن به آدم‌ها استفاده میکنه. یه کارمند کلیدی میخواست استعفا بده و مدیر با فهموندن این که چقدر برای رستوران مهمه اونو منصرف کرد و این کارو جلوی کل خدمه رستوران انجام داد. اگه دیدتو عوض کنی انگار همه یه تیکه کوچیک از تصویر بزرگن. آبدارچی، تلفنچی، کارمند، همه انگار یه بخش کوچیک ولی مهمن. اگه این اصل توی ذهنت نگه داری، تویی که باعث میشی آدم‌ها حس کنن مهمن. صرفا ببین کمکی که میکنن چیه و بابتش ازشون تشکر کن. عملی کردن این است یه میانبر برای اینه که با آدما بفهمونیم کارشون واقعا مهمه. اگه خودت میخوای حس کنی مهمی و ازت قدردانی میشه تو این دنیا، برای مردم این کارو بکن تا اونام برات این کارو کنن. اصل اول از بخش جدید هم فکر کردن مردم با خودت اینه که تنها راه برنده شدن یه بحث اینه که کلا ازش دوری کنی. کارنگی میگه یه بحث هیچ وقت یه برنده نداره، چون اگه ببازی باختی و اگه ببری هم باختی. چرا؟ چون اصلا بیا بگیم تو به طرف غلبه کردی و بحثشو کاملا سوراخ کردی و ثابت کردی که طرف اصلا عقل نداره. خب که چی؟ احساس خوبی میگیری ولی طرف مقابلت چی؟ باعث شدی حس کنه به درد نخوره. غرورشو خدشه‌دار کردی و الان احترامی بهت نمیذاره. و انسانی که خلاف میلش قانع شده، هنوزم فکرش همونه. بحث کردن یه چیز اعتیادآوره. وقتی برای باورمون میجنگیم و فکتایی که میدونیم و تصویر میکنیم احساس مهم بودن بهمون میده. ولی همه اینو میخوان. پس اینجا باید فکر کنی اصلا هدفت از بحث چیه؟ اگه هدفت اینه که طرف هم فکرت بشه، بحث کردن راهش نیست. وقتی داری با یکی بحث میکنی و اونم باور خودشو با تو بحث میکنه، در واقع داری باعث میشه که باورش قوی‌تر بشه. کارنگی با دیدن اثر 1000 تا بحث میگه 9 بار از 10 بار هر بحث کننده بیشتر قانع شده که حرف خودش درسته. پس تو روزمرت اینو تو ذهنت نگه دار. قطعا راهی بهتری وجود داره که کسی رو هم فکر خودت کنی و توی اصلای بعد بهتون یاد میدم. از بحث دوری کن چون برای دو طرف باخته. دومین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که به عقیده طرف مقابلت احترام بذاری. هیچ وقت بهش نگی داره اشتباه میکنه. کارنگی میگه اگه مطمئنی 55% اوقات حرف درسته، میتونی بری توی بورس و روزی $1,000,000 سود کنی. ولی وقتی که حتی مطمئن نیستی 55% حرفات درستن، چجوری به بقیه میخوای بگی در اشتباهن؟ کارنگی از هنر خیلی ریز حقو به خودت دادن میگه. جوری که هیچکس نفهمه داری این کارو میکنی. بیش از 3000 سال پیش گالیو گفت نمیتونی به هیچکس چیزی رو یاد بدی، فقط میتونی کمکش کنی خودش بفهمه. کارنگی حتی جمله مخصوص برای وقتی که یکی در اشتباهه و باید تو بهش بگی و میگه. باهات موافق نیستم ولی شاید در اشتباه باشم. اکثرا در اشتباهم و اگه دارم اشتباه میکنم میخوام راست قضیه رو بدونم. بیا حقایقو بررسی کنیم. این است واقعا کار میکنه. زیر ویدیوهای یوتیوبم گاهی یکی کامنت میذاره و من میدونم که در اشتباهه. گاهی نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بهشون گفتم که در اشتباهن و یه بحث شروع شده. ما الان میدونیم که نمیتونیم هیچ بحثی رو ببریم. به نظرت بعد بحث کردن باهاشون سابسکرایب هم کردن و لایک هم کردن؟ نه. وقتی مستقیم به کسی میگی در اشتباهه بهش برمیخوره. بهتره که خیلی ملایم‌تر بگی در اشتباهن. اونایی که تو یوتیوب من باهاشون بحث کردم و صراحتاً گفتم در اشتباهن، احتمالاً دکمه دیسلایک رو زدن. عملی کردن این اصل که به کسی نگی داره اشتباه میکنه، از خیلی از بحث‌ها جلوگیری میکنه. و ما یکم پیش فهمیدیم که هیچ بحثی رو نمیتونی ببری. پس صرفا با عملی کردن این دوتا اصل ما از خیلی از مکالمات ناخوشایند با آدما خلاص میشیم. با انجام این اصول از مکالمات ناخوشایند با آدما جلوگیری میکنیم. اصل سوم از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که وقتی در اشتباهی بهش اعتراف کنی، سریع و با درک. کارنگی میگه حرفای اون شخص و دیدی که بهت داره رو قبل اینکه خودش بخواد بگه بهش بگو. با احتمال 99 به 1 حرفات خیلی خوب دیده میشن و اشتباهاتت کم کم نادیده گرفته میشن. خود کارنگی وقتی که سگش تو خیابون پرسه میزد، علیرغم هشدار قبلی پلیس، از این اصل استفاده کرد. منتظر حرفای پلیس نموند. قبل حرف زدن پلیس به اشتباه خودش اعتراف کرد و بابتش عذرخواهی کرد و گفت هیچ بهونه‌ای وجود نداره، چون دفعه قبلا بهش هشدار داده شده بود که نباید سگش همینجوری پرسه بزنه. پلیس برخورد آرومتری داشت و گذاشت کارنگی بدون مجازات بره. اون پلیس چون یک انسان بود می‌خواست حس کنه مهمه. پس وقتی که من خودم اشتباهمو تایید کردم، صرفا با وقار و بخشندگی میتونست حس کنه که آدم مهمیه و انجامش داد. تلفظ بعضی از این کلمات قدیمی انگلیسی برای من سخته. الان اشتباهمو سریع و با درک زیاد اعتراف کردم. اوایل که شروع می‌کنی به اعتراف اشتباهاتت یه جوریه اوضاع، ولی وقتی که بهش عادت می‌کنی اعتیادآور میشه. چون عملی کردن این اصل باعث رشدت میشه. مردم این اخلاق خیلی جذاب میدونن و بهش احترام میذارن چون یه ریشه از اعتماد به نفسه. خیلی مردم وقتی در اشتباه اعتراف نمیکنن چون یه غرور خیلی گنده دارن. پس وقتی که تو این کار سختو میکنی مردم ازش قدردانی میکنن. بعدش سعی میکنن حس بهتری بهت بدن و بگن کارت اونقدرم اشتباه نبود. اگه اول خودت به اشتباهاتت اعتراف کنی، مردم اونا رو کوچیک میکنن.
چهارمین اصل برای هم فکر کردن آدما با خودت اینه که از در دوستی وارد شو. کارنگی میگه از در دوستی و قدردانی وارد شدن خیلی سریعتر از هر بحث و طوفانی فکر آدما رو عوض میکنه. کارنگی مثال یکی از اعضای کلاسشو میزنه که با از در دوستی وارد شدن اجاره خونه‌شو کاهش داد. جای غر زدن راجع به افزایش اجاره مثل بقیه همسایه‌ها یه کار متفاوت کرد. با خوشرویی احوالپرسی کرد با صاحبخونه و از تمام چیزایی که راجع به خونه دوست داشت گفت. از صاحبخونه به خاطر خوبیاش تعریف کرد و گفت که خیلی خونه رو دوست داره ولی متاسفانه پولش به اجاره نمیرسه. اون عضو کلاس بدون اینکه حتی بگه اجاره رو کم کن خود صاحبخونه بهش این پیشنهاد داد. این یه داستان عالیه و خیلیامون تو زندگیمون میتونیم تکرارش کنیم. دفعه بعد که خواستی قور بزنی جاش با تعریف کردن امتحان کن. این کاری کم سخته ولی هر چقدر که بیشتر کتابو میخونی میفهمیم این چیز خوبیه. به طور مثال اگه بری رستوران و غذای نچندان خوبی بهت بدن میتونی داد بزنی و بعد برخورد کنی. اینجوری حتی اگه غذا رو برات جایگزین کنن مود خودتو خراب کردی. همچنین فاز مثبت دورتو کم کردی و همیشه به احتمال زیاد پیش خدمت یا آشپز توف میکنن تو غذات. به جاش میتونی از خدمات خوبشون تشکر کنی و بگی غذاشون آنچنان خوب نیست. یکی از دوستام سالها پیش خدمت بود و گفت درست‌ترین کار همینه و اونا بیشک غذاتو رایگان جایگزین میکنن و احتمال اینکه پیش خدمت بره تو آشپزخونه و با آشپز تاکید کنی که تو آدم خوبی بودی و تا حد امکان بهترین غذاشونو برات میارن. همه این مزایا در کنار اینکه محیطت دوستانه باقی میمونه. انجام دادن این اصل باعث میشه فکر کنی با بقیه هم‌تیمی و میخواین با هم مشکل رو حل کنید به جای اینکه طرفتو ببری تو حالت تدافعی و بشه تو در مقابل اونا. پنجمین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که آره رو از طرفت بگیری هر چه زودتر. دل کارنگی میگه هر چقدر آره‌های بیشتری از طرفمون بگیریم احتمال اینکه با حرف اصلیمون موافقت کنن بیشتر میشه. اینجای کتاب اسم سوکراتیس اومده که روش اصلیش دریافت آره بود. از طرفاش یه سوالایی میپرسید که مجبور بشن بگن آره. اینکه حریفاش هی حرفاشو تایید میکردن به یه نتیجه رسوندن رو که به نفع سوکراتیس بود. اینکه یه کار کنی طرفت بگه آره روشیه که توی کپی رایت هم استفاده شده و همچنین روش من برای قارن کردن خیلی از پسراست برای اینکه برم باشگاه. اول فقط می‌نشستم راجع به خودم صحبت می‌کردم و میگفتم چرا میرم باشگاه. بعد ازشون میپرسیدم که چرا شما نمیرید. این روش هیچ وقت قانعشون نکرد. جاش یه کار کردم هی بگن آره و این تاثیرگذارتر بود. مثلا ازشون میپرسم اعتماد به نفس بیشتری می‌خوای و 100% میگن آره. فکر کنم همه میخوان با اعتماد به نفس در باشن. بهشون میگفتم فرض کن الان عضله بیشتری داری، قدرت بیشتری داری و یه چالش ورزشی که برای خودت گذاشتی اوکی کردی. اعتماد به نفس بیشتری خواهی داشت؟ آره. میخوایم با همون موافق باشن تا حس کنیم همه توی یه تیمیم. و وقتی که با هم تیمیه خیلی آسان‌تره که فکرش راجع به چیزی عوض کنی. پروفسور رفتارهای انسانی هری اوورستریت میگه جواب مستقیم نه سخت‌ترین مشکل برای حل کردنه. چون پای شخصیت و غرورت میاد وسط برای موندن پای حرفه. شاید بعداً بفهمی نه خیلی شدید بود. ولی به هر حال پای غرور با ارزش در میون بوده. وقتی یه چیز قاطع میگی باید پاش بمونی. عملی کردن این اصل حتی باعث میشه فروشنده بهتری بشی. فروختن یک کالا، ایده یا یه فکر. اگه میخوای فروشنده آنلاین باشی، با فرستادن بعضی چیزا و گرفتن جوابای آره میتونی موفق باشی. ششمین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که بذاری بیشتر حرفا رو طرفت بزنه. اکثر مردم وقتی میخوان یکی با خودشون هم فکر کنن، تمام حرفا رو خودشون میزنن. در عوض باید بذاری بقیه هم حرف بزنن. مثال یه مادر که رابطش با دختر نوجوانش به خاطر رفتارهای بدش خراب شده بود و میزنه. مادرای براش سخنرانی میکرد، تنبیهش میکرد، ولی هیچ کدوم جواب ندادن. تا اینکه یه روز از دخترش پرسید که چرا اینجوری رفتار میکنی؟ این حرفا نقل قول از مادرشن. من هیچ وقت بهش گوش نداده بودم. همیشه میگفتم یا این کارو کن یا اون کارو کن. وقتی که میخواست افکار، احساسات یا ایده‌هاشو بگه، من صرفا دستورای بیشتری بهش میدادم. کم کم فهمیدم بهم نیاز داره، نه به عنوان یه مادر رئیس تور، بلکه به عنوان یه رازدار. از اون به بعد گذاشتم اکثر حرف زدنا رو اون انجام بده و رابطمون به شدت بهتر شده. قانون چهارم از کتاب 48 قانون برای قدرت این ایده رو تایید میکنه. همیشه کمتر از مقدار لازم حرف بزن. هر چقدر بیشتر حرف بزنی همونقدر معمولی‌تر به نظر میای. خیلی آسونه که یه حرف بزنی و سکوتا رو با حرف زدن پر کنی، ولی این چیز خوبی نیست. آدمای با اعتماد به نفس که از خودشون و باورشون مطمئنن، از سکوتای تو بحثا نمیترسن. هر جا حس کردی زیاد داری حرف میزنی اینو تو ذهنت داشته باش. در کنار اینکه باید بذاری طرفت حرف بزنه، گاهی موقعیتی پیش میاد که باید باش مخالفت کنی. اگه مخالف باشی احتمالاً میخوای حرفشون رو قطع کنی، ولی نکن، خطرناکه. اونا اصلا به تو اهمیتی نمیدن وقتی پر ذهنشون هنوز حرفه و دارن برای ابرازش میمیرن. عملی کردن این اصل باعث میشه آدمو با اعتماد به نفس‌تری به نظر بیای، مخصوصا اگه بیشتر حرفا رو تو میزنی. همیشه وقتی این کارو میکنی انگار از طرف مقابلت خیلی با اعتماد به نفس‌تری که یه حرف میزنه و سعی داره قانعت کنه. هفتمین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که بذار بقیه فکر کنن ایده مال خودشونه. دل کارنگی میگه کار بدی نیست که ایده‌اتو زودی بریزی تو حلق بقیه. معقول‌تر نیست که یه سری پیشنهاد بدی و بذاری طرفت خودش به اون نتیجه‌ای که میخوای برسه. کتاب از ادوارد ام هاوس میگه که یکی از مشاورای رئیس جمهور بود. میگه وقتی که رئیس جمهور رو شناختم بهترین راه دادن یه ایده بهش اینه که کم کم تو ذهنش بکارم فکرشو
ولی به یه شکل جالب که خودش بشینه راجبش فکر کنه. خیلی جالب بود که پیشنهادات منو داشت به عنوان افکار خودش همه جا میگفت. هیچکی نمیخواد بهش بگی چی کار کن. یه حالت بدیه که مطمئنم هممون تجربهش کردیم. چه حسی داری وقتی میخوای بری ظرفا رو بشوری یا یه کاری کنی، بعد یکی میاد بهت میگه برو همون کارو بکن؟ انگار آزادی عملت پوچ میشه وقتی یکی بهت میگه یه کاری کن یا یه باوری و باور داشته باش. ما آدما از این متنفریم. اگه میخوای ذهنیت کسی رو عوض کنی، باید خیلی آروم انجامش بدی بدون اینکه مشخص کنی قصدت چیه. صرفا اگه خودشون به اون نتیجه برسن میتونن فکرشون رو تغییر بدن. همونطور که گلیو توی اصل قبلی گفت، نمیتونی هیچ یادو کسی بدی، فقط میتونی کمکش کنی توی خودش پیداش کنه. هشتمین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که سعی کنی خودتو بذاری جای اونا. طبق حرفای خود کارنگی، میل این که خودتو جای طرفت بذاری و همه چی رو به خوبی دید خودت از دید اون ببینی، میتونه بهترین چیزی باشه که از کتاب یاد گرفتی. کتاب برای این اصل یه مثال از کنف ام گود میاره. میگه اگه خودتو جای دیگری بذاری و از دید اون به قضایا نگاه کنی، پایه‌ترین اصل روابط انسانی رو یاد گرفتی. اصطلاح انگلیسی کفش بقیه رو پات کن از اینجا میاد. اگه وقت بذاری و فکر کنی ببینی چه احساسی یا فکری دارن، دقیقاً میتونی بفهمی که چه انگیزه‌ای دارن. ما یه شرمه که این کارو نمی‌کنیم وقتی میتونه تمام مکالماتمون رو تغییر بده. اگه به صورت عالی از دید بقیه بتونی ببینی، میتونی یه کار کنی هر کار کنم برات. طبق دیدشون میتونی حرفا و اتمسفر رو درست و مهیا کنی که حرف تو رو گوش کنن. پس وقت بذار فکر کن ببین این شخص کیه، دیدش چیه، طرف چیه، ضد چیه. نهمین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که ایده و خواستای طرف تو بفهمی. کارنگی میگه 3/4 آدمایی که میشناسی تشنه درک شدنن. اگه درکشون کنی عاشقت میشن. یه نکته خیلی جالب میگه، تصور کن که آلکن پوندی با همون بدن، ذهن و خلقیات، با همون محیط و دوران بچگی، بعد همون کارایی میکنی که اون کرد. اگه از اصل قبلی که خودتو جای بقیه گذاشتن بود استفاده کنیم، آدما رو خیلی آسان‌تر میتونیم درک کنیم. کارنگی جمله جادویی یادمون میده که احساسات بدو بذاریم کنار، نسبت به آدما با درک‌تر باشیم. من سر سوزن برای احساسی که داری سرزنشت نمی‌کنم. اگه من تو بودم، منم قطعا احساس تو رو می‌داشتم. باید بفهمین که هر کسی برای انجام هر کاری دلیل خودشو داره. آزادی عمل اونقدر که تو داری فکر می‌کنی چیز آسونی نیست. ما فکر می‌کنیم آزادی عمل داریم. فکر می‌کنیم تصمیمات خودمون می‌گیریم. فکر می‌کنیم تصمیم فکرامون هم خودمون می‌گیریم. ولی آیا این درسته؟ واقعا تو تصمیم می‌گیری که فکر بعدی چیه؟ اگه این ویدیو رو می‌بینی پس احتمالاً میل آسیب زدن به کسی رو نداری. ولی اگه می‌خواستی چی؟ اگه فکرت اینو میگفت چی؟ پس فکرات از پیش مشخص شدن به جای اینکه تو تصمیم بگیری فکر بعدی چیه. نمیتونی چیزایی که میل شدید بهشون داری و کنترل کنی. ولی قطعاً از سبک زندگی و تجربیاتت نشأت میگیرن. پس اگه زندگی و تجربیات کسی دیگر رو داشتی، قطعاً همون کارایو می‌کردی که اونا کردن. پس با دونستن این، خودت و بقیه رو درک کن. اگه می‌خوای آدما هم فکرت شن، این اصل و اصلای قبلی رو عملی کن تا بتونی بفهمی که آدما چرا و چطور چه حسی رو دارن. یه مشکلیشون رو درک کن، بعد اونو با تمام وجود به توجه میکنن. دهمین اصل از هم فکر کردن آدما با خودت اینه که پای احساسات پایه رو بکش وسط. کارنگی میگه خود شخص به دلیل اصلی فکر میکنه، تو لازم نیست تاکیدش کنی. ولی هممون به عنوان یه سری ایدالیست در باطن دوست داریم انگیزه و غرایز خوبی داشته باشیم. پس اگه میخوای فکر کسی رو عوض کنی، پای احساسات پایه رو بکش وسط. کتاب از لوکلیف میگه که یه سری روزنامه‌نگار رو از چاپ کردن یه عکسیش که دوست نداشت منصرف کرد. اون با استفاده از عشق و احترامی که هممون با مادرمون داریم گفت اون عکسو چاپ نکنید، مامانم دوستش نداره. وقتی میخوای ذهن کسی رو تغییر بدی، همه یه غریزه پایه دارن که میتونی راجبش صحبت کنی. مثلا من خیلی از جوونا رو تونستم قانع کنم که سلامت روانشون از طریق مدیتیشن، شوک‌گذاری و ورزش بهتر کنن. خیلی‌ها بودن که هیچ انگیزه‌ای نداشتن برای بهتر کردن خودشون و راه من این بود که احساسات پایه‌شون رو بکشم وسط بدون اینکه حتی متوجهش بشم خودم. گفتم اگه اینا رو یاد بگیری و خوب تمرینشون کنی، اون موقع میتونی به دوستات و خانواده‌ات اینا رو یاد بدی که شاید اونام نیاز داشته باشن. اکثر احساسات پایه راجع به خودمون نیست، بیشتر راجع به کسایی که دوستشون داریم، خانواده، دوستا یا آدمای محیطمون. این اصل رو عملی کن. پای احساسات پایه رو بکش وسط و احتمالاً زندگیشون تغییر میکنه. 11مین اصل از بخش هم فکر کردن آدما با خودت اینه که از افکارت درام بساز. الان عصر بزرگش کردنه. گفتن یه حقیقت به سادگی کافی نیست. حقیقت باید مبالغه، جالب و دراماتیک سازی بشه. باید از فن نمایشگری استفاده کنی. فیلم‌ها انجامش میدن، تلویزیون انجامش میده و اگه تو هم توجه می‌خوای باید انجامش بدی. میگه چرا برای پیشنهاد ازدواج زانو میزنن و محیط حاضر میکنن و اینا. میتونی فقط حرفای عاشقانه بزنی، ولی حاضر کردن محیط و زانو زدن یه اثر اضافی میسازه که فراموش نشدنیه. فرصتایی که این اصل میده نامحدودن. میخوام بعد شنیدن این اصل یکم وقت بذاری و بشینی با خلاقیت تصور کنی که چجوری یه فکرتو میتونی دراماتیک کنی، چجوری یه لحظه فراموش نشدنی بسازی که احتمالاً تاثیرگذارتر هم خواهد بود. به طور مثال چند هفته پیش من یه دوست قدیمیمو دیدم و داشتیم توی شهر راه میرفتیم و گفت رابطه میخواد ولی خیلی سخته براش. تو این استا و جای دیگه به دخترا پیام داده بود ولی خب موفق نشده بود. بعد من گفتم به نظر من بهترین کار اینه که بری حضوری پیشنهاد بدی به جای اینکه یه نفر دیگه توی دایرکتاش باشی.
اینو گفتن این حرفم وایسادم و یه دختر که اونورتر بود و دیدم، رفتم بهش پیشنهاد دادم. دختر جواب رد داد، ولی خیلی بیشتر رو رفیقم تاثیر گذاشته، این که فقط میگفتم براش چیکار کنه. به وضوح دید که حضوری صحبت کردن اونقدر چیز ترسناکی نبوده که فکر می‌کرده. ایدمو دراماتیک کردم و رفیقم باهم هم فکر شد. عملی کردن این نسل اعتماد به نفس بیشتری میخواد، ولی خب پاداش بهتری هم داره. وقتی یه چیزی رو میبینن و میشنون، احتمال اینکه فکرشون تغییر کنه خیلی بیشتره. 12مین و آخرین اصل از هم فکر کردن آدم‌ها با خودت اینه که چالش بسازی. کارنگی میگه این چیزی که هر فرد موفقی دوست داره، بازی کردن و نشون دادن خودت. به کسی شانس اینو بدی که با بردن توی چیزی خودشو اثبات کنه. اینجا کتاب از چارلز سواب میگه که با کشیدن یه شیشه بزرگ روی زمین که مقدار تولید شیفت روز رو نشون میداد، یه چالش درست کرد. شیفت شب اومد، بیشتر کار کرد و 6 رو به 7 تغییر داد. بعد شیفت روز اومد، دید شبا بیشتر کار کردن. پس خیلی بیشتر کار کردن و 7 رو کردن 10. مقدار تولید این کارخونه از همه کارخونه‌های دیگه بیشتر شد. خود چارلز سواب میگه راه انجام کارا اینی که رقابت بسازی، نه سر پول، بلکه سر برتر بودن. چالش و رقابت واقعا کار میکنن و چیز کاربردی این اصل اینه که تو میتونی با خودت هم رقابت کنی. میتونی بقیه افراد زندگیت هم معتقد کنی که با خودشون رقابت کنن و بهتر شن. به طور مثال به عنوان کسی که میره بدنسازی، شروع کردم نوشتن اطلاعاتم. اینجوریه که یه برگه میاری، مقدار وزن، تعداد و ستایی که رفتی و مینویسی. ساده به نظر میاد، ولی داری با خود قبلیت رقابت درست میکنی. هر هفته عددا رو میبینم و با من هفته قبل رقابت میکنم. هر بار سعی میکنم رکورد قبلی خودمو بزنم و این خیلی باحاله. از این طریق میتونی بقیه رو هم قانع کنی که با خودشون رقابت کنن. این ذهنیت من سر کوچ کردن بقیه است. مدام بهشون یادآوری میکنم که رفتار خود جوانترشون چی بود همین چند ماه پیش، چیکارا میکردن و یادشون میاد چند ماه پیش اصلا ورزش نمیکردن. بعد با الان مقایسهش میکنیم که دارن 3 بار در هفته ورزش میکنن. میگم ورژن هفته قبلت 3 جلسه در هفته رفت باشگاه. میتونی شکستش بدی و این هفته 4 جلسه بری باشگاه. این از تاثیرگذارترین ذهنیتایی که من یاد دادم. چالش آتیش انگیزه رو تومون روشن میکنه، باعث میشه ما بیشتر تلاش کنیم و پیشرفت کنیم. احتمالاً اینا نتیجه تکامله. انگار وقتی یه چالش میذارن، غریزت میگه بجنگ و منابع رو به دست بیار. چون یکی دیگه ممکنه بیاد پاداش تلاش کردن رو ببره. این چیزی نیست که ما بخوایم. ما هر چقدر که بشه منابع و پاداش میخوایم. این اصل پایه هدف گذاریه. یه هدف میذاری که برای چالش برانگیزه. مثلا مدام یاد خودت میندازی که این هفته باید 4 جلسه بری باشگاه، یا مثلا 1000 تا کلمه تو کتابت بنویسی. بعد مدام یاد خودمون میاریمشون چون چالشمون اینه. اصل 22 که اصل اول از بخش یه رهبر بودنه، میگه که با تعریف و قدردانی واقعی شروع کن. کارنگی میگه شروع کردن یه بحث با تعریف مثل دندون پزشکی که کارشو با سرکننده شروع میکنه. دندون مریض هنوزم تراشیده میشه، ولی سرکننده دردشو میگیره. مکالماتتون رو با تعریف و تمجید شروع کنید، چون موقع یه اتمسفر خوب دوستانه درست میشه. بعد چیزی که میخواید به طرفتون بگید. یه مدیر میگه وقتی کارمندم فهمید بهش اطمینان دارم، به سادگی به حرفم گوش کرد و کاری که ازش میخواستم و خیلی زود توش استاد شد و از اون موقع هیچ مشکلی با هم نداشتیم. ما بهترین ورژن آدمایی که میخوایم رهبرشون باشیم و میخوایم. خیلی نرماله که به چیزایی که میتونن توش بهتر بشن فکر کنیم. آدما حتی بهترم میشن اگه صحبتمون رو به تعریف واقعی شروع کنیم. تا وقتی که اصل بعدی رو یاد نگرفتی، این اصل تعریف و تمجید رو عملی نکن. دومین اصل از بخش رهبر بودن اینه که اشتباهات آدما رو غیر مستقیم بگو. کارنگی میگه اکثر آدما انتقادشون رو اول با یه تعریف واقعی شروع میکنن، بعد با استفاده از کلمه اما انتقادشون رو میکنن. خیلی بهت افتخار میکنیم، ولی اگه بیشتر تلاش میکردی نمرات بهتر میشد. وقتی کسی کلمه اما رو بعد از تعریف میشنوه، واقعیت تعریفو میبره زیر سوال. کتاب اینجا از چارلز سواب میگه که به جای مستقیم گفتن اشتباه کارمنداش بهشون، ملایم‌تر برخورد کرد. کارمنداش درست زیر یه علامت سیگار نکشی داشتن سیگار میکشیدن. میتونست داد بزنه و خیلی بیادبانه بهشون بگه مگه علامتو نمیبینین؟ کارمنداش بهش گوش میدادن، دستورشو انجام میدادن، ولی شاید یکم ازش بیزار میشدن. راه بهتری است به جای اینکه مستقیم اشتباه کسی رو بهش بگیم. هر چقدر جلوتر میریم میبینی که بیشتر اسم چارلز سواب میاد. میفهمی طرف خدا بوده. رفت پیش کارمندا و به هر کدوم یه سیگار داد و گفت که خیلی ممنون میشم اگه اینا رو بیرون بکشید. خفیف ولی تاثیرگذار. فهمیدن چی میگه، میدونستن یه قانون شکستن، ولی حتی اسم قانون برده نشد. چجوری میتونی به کسی که اشتباهتو اینجوری بهت میگه احترام نذاری؟ خیلی چیزا برای یاد گرفتن از مثالای چارلز سواب داریم تو این کتاب. بازم میگم که کار آسونه این بود که مستقیما اشتباهشون رو بهشون بگه. پس تو این 23 تا اصل یاد گرفتیم که اون راه مستقیم و آسون همیشه بهترین راه نیست. اگه بشینی و به یه راه ملایم‌تر فکر کنی، میبینیم که نتایج بهتری میتونی بگیری. کارنگی میگه آسون ترین راه برای مستقیم نگفتن اشتباهات آدمو بهشون اینه که کلمه اما رو با و جایگزین کنیم. ما بهت افتخار میکنیم و اگه بیشتر تلاش کنی نمراتت بهتر میشن. من از این اصل اخیراً زیاد استفاده کردم و به نظرم برای کسی که میخواد اطرافیانش بهتر بشن دونستنش ضروریه. همونطور که گفتم من به جوونا کمک میکنم سلامت فیزیکی و روانشون رو بهتر کنن.
و وقتی که یکیشون به جای 4 جلسه 3 جلسه رفته بود باشگاه، از این اصل استفاده کردم. اگه قبلا نبود میگفتم آفرین که 3 جلسه رفتی، اما هدفمون 4، پس هفته بعد قطعا باید انجامش بدی. بد نیستا، هنوزم تعریفه، ولی اونقدر که بگی تاثیر نداره. الان یه همچین چیزی میگم، آفرین که 3 جلسه رفتی باشگاه و هفته بعد همین تاکتیکا رو ادامه میدیم، تلاشتو بیشتر میکنیم و 4 جلسه رو میری. به نظرت میتونی انجامش بدی؟ خیلی جزئی به نظر میاد ولی تاثیرش خیلی زیاده. من یه چیزی متوجه شدم و اگه یه رهبری، اینفلوئنسری یا مربی کسی هستی، میتونی از این استفاده کنی. اونم اینه که ایده تعریف از کسی رو خالص نگه داری. اینکه سری پشتی تعریف به کسی بگی کارش اشتباه بوده تعریفو بی‌ارزش میکنه. به خاطر کار خوبشون ازشون تعریف کن و بذار اون یه لحظه جدا باشه برای خودش کلا. و بعد چند دقیقه الان اون بخشی که میتونن توش بهتر باشن و بهشون بگو. عملی کردن این اصل باعث میشه اونایی که تو رهبرشونی تشنه تعریفت باشن. همه دوست دارن ازشون تعریف بشه، ولی تعریفمون رو با گفتن سریع اشتباهشون بعدش خراب میکنیم. این کارو نکن و تعریفات قطعاً یه تاثیر مثبت به جا میذارن. سومین اصل از بخش رهبر بودن اینه که اول اشتباهات خودتو بگو، بعد انتقاد کن. کارنگی میگه قبول کردن اشتباهاتت، حتی اگه تا حالا درستشون هم نکردی، میتونه ذهن دیگری رو تغییر بده. اینجا کتاب از یه پدر میگه که فهمیده بود پسر نوجوانش سیگار میکشه. میتونست پسرش رو تهدید کنه یا هشدار بده، ولی یه کار دیگه کرده. به پسرش از اشتباهش برای شروع کردن سیگار گفت. پدرش سالها بود که سیگار میکشید و فکر میکرد اعتیادش غیر قابل ترکه. ریه‌اش ضعیف شده بود. اما اینا رو به پسرش گفت. اشتباه خودش رو تایید کرد به جای اینکه از پسرش انتقاد کنه. بعد پسرش دیگه سیگار نکشید. این خیلی شبیه اصل قبله که غیر مستقیم گفتن اشتباهات مردم بهشون بود، ولی این بار اشتباهشون رو از طریق گفتن یه اشتباه از خودمون میگیم. میخوای کسی رو تغییر بدی؟ از اشتباه و تجربه‌ای که خودت راجع به این موضوع داشتی بگو و بگو که چقدر پشیمونی برای اون اشتباه. اینکه آرزو می‌کردی یکی مثل خودت براتون موقع اینا رو میگفت. از وقتی که ورزش کردن رو شروع کردم 1000 تا اشتباه کردم. وقتی از یه اشتباهم میگم و میگم وای 6 ماه پیشرفت رو به خاطر این اشتباه از دست دادم، انگار خیلی بیشتر بهم گوش میدم به جای اینکه بهشون بگم این کارو نکن، چون اون ریختی احتمال اینکه به حرفت گوش بده خیلی بیشتره. دلیلش هم اینه که قبول کردن اشتباه خیلی قابل ستایشه. ما همیشه میخوایم که از اشتباهات دیگران درس بگیریم تا اشتباهات اونها رو تکرار نکنیم. چهارمین اصل از بخش رهبر بودن اینه که به جای دستور دادن سوال بپرس. کارنگی میگه سوال پرسیدن نه تنها باعث لذت بخش شدن یه دستور میشه، بلکه فرد دستور بگیرم خلاقیتش برانگیخته میشه. اینجا کتاب از ایون مکدونالد میگه مدیر یه کارخونه از بالاتر یه دستور بزرگ گرفته بود که غیر قابل انجام بود. میتونه شروع کنه دستور بده و تایم کاری کارکناشو بیشتر کنه، ولی این کارو نکرد. به جاش از کارکناش پرسید پیشنهادی داری که بتونیم این کارو به موقع انجام بدیم؟ آیا راهی است که کارهای شخصی و ساعت کاریمون رو یه جوری تنظیم کنیم که بتونیم به این کار برسیم؟ کارکنا یه سری ایده دادن و از مدیر اصرار کردن اون کارو قبول کنه. سوال پرسیدن به جای دستور باز شد کارکنا برن رو موده میتونیم انجامش بدیم. کارخونه کارو پذیرفت و به موقع تحویلش داد. اگه به یکی دستور مستقیم بدی خیلی ریسکش بالاست، چون مورد یک قبول میکنن و انجامش میدن ولی ته دلشون ازت بیزار میشن چون انگار مجبورشون کردی. دو قبول نمیکنن و الان رهبریت زیر سوال رفته. کل این کتاب داره بهمون میگه کسی دوست نداره بهش بگیم باید چیکار کنه. همچنین راه آسون همیشه راه درست نیست و فهمیدیم که ملایم‌تر بودن معمولا بهتره. کارنگی حتی میگه احتمال اینکه آدما دستوری که خودشون هم توی تصمیمش دخالت داشتن و قبول کنن خیلی بیشتره. بیا فرض کنیم یه مادری که بچه‌ش برای بیرون رفتن قبول نمیکنه کفشاشو پاک کنه. مادر میتونه عصبی بشه و بگه زود کفشاتو پاک کن، داره دیرمون میشه. ولی آیا این رو بچه‌ها کار میکنه؟ به جاش مادر میتونه یه سوال بپرسه. به جای تمرکز روی دستور مستقیم میتونه بپرسه که کدوم کفشاتو میخوای بپوشی. بعد بچه کفش مورد علاقه‌ش رو انتخاب میکنه و الان حس میکنه توی تصمیم دخیل بوده و احساس به درد بخور بودن میکنه و اینجوری احتمال قبول اون دستوری که از اول بود خیلی بیشتره. اونایی که میخوای رهبرشون باشی و توی تصمیمات دخیل کن. حداقل یه چی مثل به نظرت میتونیم انجامش بدیم بپرس. عملی کردن این اصل باعث میشه که دیگه مقابله هم نباشید. به جاش هر دو هم تیمی میشید در مقابل مشکل. پنجمین اصل از بخش رهبری کردن اینه که به طرفت اجازه حفظ آبرو بدی. کارنگی میگه حتی اگه درست بگیم و مطمئن باشیم که طرفمون 100% داره اشتباه میکنه، بازم صرفا با بردن آبروش غرورشو میشکنیم. اینجا دو تا رهبر کاملا متفاوتو میگه. یکیش رئیس بد بود که سریع عصبانی میشد و شروع میکرد فحش دادن و داد زدن سر معاونش استعفا داد و شروع کرد کار کردن تو شرکت رقیب و به نظر میاد که اونجا موفق شد. اون یکی رهبر یه مدیر بازاریابی خبره بود. هر وقت کارمنداش یه اشتباه نسبتا بزرگ میکردن بهشون میگفت که بهشون اعتماد داره و مطمئنه که میتونن دفعه بعد کارو درست انجام بدن و بهشون ایمان داشت. کارمنداش بعد سرشون رو بالا میگرفتن و با خودشون میگفتن من حال دیگه رئیس روسیا کنم. بردن آبروی آدما یه جرمه، یه جرم که اگه بخوایم رهبر باشیم بگامون میده. اگه یه جا به قدرت رسیدی مراقب باش، چون شاید هیجان زده شی که آبروی یکی رو ببری، توی جمع اشتباهشو بگی یا به اشتباهاتش بخندی.
ولی نه هیچ کدوم رهبر بهتری نمیکننت و احتمال اینکه بده احترام نذارن و دستوراتتو گوش ندن خیلی میره بالا. اگه میخوای از کارکنات یا کسایی که میخوای تغییرشون بدی تبعیت بگیری، ملایم‌تر باش و با روی کسی بازی نکن. ششمین اصل از بخش رهبر بودن اینه که از پیشرفت‌های کوچیک تعریف کن و کلاً از هر چی پیشرفته تعریف کن. بذار تعریفات از ته دل باشن و توی حال دادن اسراف کن. کارنگی میگه با یه نگاه به گذشتم کلماتی میبینم که کل زندگیمو تغییر دادن. اینجا کتاب از روانشناس معروف BF اسکینر میگه. اسکینر به این نتیجه رسید که حداقل انتقاد و حداکثر تعریف باعث نتایج خیلی مثبتی میشه. شرطی کردن حیونا روی آدمام کار میکنه. تعریف کردن از یک شخص به عنوان یک بازخورد مثبت اون رفتار رو توشون تقویت میکنه، یعنی احتمال اینکه دوباره انجامش بدن میره بالاتر. پس اگه دانش آموز یا کارمندت اومد پیش تو کلی تلاش کرده بود، از تلاشش تعریف کن و احتمال اینکه همونقدر یا بیشتر کار کنن میره بالاتر، چون ما آدما تشنه قدردانی شدنیم. به نظرم این اصل قوی ترینه. با این یه دونه اصل میتونی یه کاری کنی که آدما رفتاری داشته باشن که تو میخوای. درست ازش استفاده کن و مراقب باش هیچ وقت انتقاد خرد کننده ای نکنی. ما رفتارهایی که می‌خوایم از طریق تشویق و قدردانی تقویت می‌کنیم و رفتارهایی که نمی‌خوایم از طریق ایگنور تضعیف می‌کنیم. من اخیراً وقتی که دانش آموزام یه کاری کردن که به اهدافشون نزدیک‌ترشون می‌کنه کردن، از این استفاده کردم. یه نکته دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که تعریفتون رو تا میتونید جزئی و خاص کنید. مثلا وقتی میخوام یکی به خاطر اینکه 4 جلسه رفته باشگاه در هفته تعریف کنم، میتونم چند کلمه براشون SMS کنم. ولی وقتی یه کار عالی کردن با یه وایس قضیه رو خاص میکنم. اینجوری انگار نزدیک‌تریم و تعریفت انگار خاص‌تر میشه. به شدت پیشنهاد میکنم روی شرطی کردن بیشتر تحقیق کنید. چون وقتی میخوای رفتار کسی رو تغییر بدی، باید راجع به بازخورد مثبت بدونی. خیلی قویه. احتمالاً تنها ابزار مورد نیازت برای تغییر رفتار کسیه به شکل درست. هفتمین اصل از بخش رهبر بودن اینه که به طرفت یه معیار بدی که بهش برسه. کارنگی میگه اگه میخوای یه شخص رو از یه نظر خاص بهتر کنی، یه جوری رفتار کن که انگار اون اخلاقی که میخوای همین الان هم جزء شخصیتشه. اینجا کتاب از این معلم ابتدایی میگه که چجوری تونست رفتار بچه‌ای که اصلا حرف گوش نمیداد و تغییر بده. از توانایی بچه به عنوان یه رهبر طبیعی تعریف کرد و گفت که به کمکش اطمینان داره که باعث میشه بهترین کلاس 4 مدرسه بشن. برای دانش آموزشی معیار خاص گذاشت که بهش برسه و صد البته که همینطور شد. این اصل مثل بیرون کشیدن بهترین ورژن آدماست. پتانسیلشون رو نشونشون بدیم و اینو مثل یه چالش براشون تعیین کنیم. اینجوری اصل 21 که میگفت یه چالش بذار رو هم داریم انجام میدیم. برای بهتر شدن توانایی رهبری 2 راه وجود داره که این اصل رو انجام بدی. 1. نشونشون دادن پتانسیلشون. اینجوری که دقیقاً پتانسیلشون رو نشونشون بدی و بگی که به کجا میتونن برسن. یا 2. خودتو به عنوان یه مثال فوق‌العاده نشون بدی که میشه معیار اونا برای رسیدن بهش. به طور مثال من دارم به بقیه یاد میدم ورزش کردن رو چجوری شروع کنن. من میدونم که میتونم این چیزا رو یاد بدم چون چندین سال تجربه دارم. ولی چند ماه اخیر توانایی رهبریم چند برابر بهتر شده چون خودم تو بهترین فرم بدنی زندگیمم. این یه معیار عالی برای دیگران میذاره که برای رسیدن بهش تلاش کنن. اگه تو خودت استاد یه حرفه باشی، به اعتبار رهبریت برای ایجاد کردن تغییرات افزوده میشه. 8مین اصل از رهبر بودن اینه که تشویق کن و جبران خطا رو آسون کن. کارنگی میگه و این احتمالاً پاراگراف مورد علاقمه تو این کتاب. به بچه نامزد یا کارمندت بگو که توی یه کار خاص اصلا به درد نمیخورن، احمقن. بگو هیچ استعدادی ندارن و اینجوری تمام میلشون برای پیشرفت رو از بین بردی. ولی بیا از تکنیک متضاد این استفاده کن. توی تشویق کردنت آزاد باش. کارو آسون جلوه بده. به طرفت نشون بده که بهش ایمان داری که میتونی این کارو انجام بده. صرفا هنوز براش تمرین نکرده و اون شروع میکنه انقدر تمرین میکنه تا اون کارو یاد بگیره. کارنگی از یکی از اعضای کلاسش میگه کسی که تشویق میکرد و جبران خطا رو آسون میکرد، کسی که مسیر زندگی پسرش رو تغییر داد. پسرش زندگی سختی داشت. وقتی بچه بود تصادف کرده بود و یه زخم بزرگ رو پیشونیش بود. 2 سال مدرسه عقب مونده بود. توی کلاس استثنایی بود و با ریاضی مشکل داشت. برای همین شروع کرد ریاضی یاد دادن به پسرش و هر بار که جواب درستی میداد خیلی بزرگش میکرد. وقتی پسرش بهتر میشد حتی جشن میگرفت. بهش نشون داد که یاد گرفتن چیز باحالیه و میتونه خیلی آسون باشه. یه مدت بعد پسرش نمره‌های عالی به خونه می آورد و حتی رفت بقیه کلاس‌ها هم بهتر کنه. توانایی خوندنش بهتر شد. شروع کرد استفاده از استعداد ذاتیش برای نقاشی کشیدن و حتی چندین سال پشت هم شاگرد اول شد. این اصل راجع به اینه که یه ذهنیت رشد توی کسایی که می‌خوایم زندگیشون رو تغییر بدیم بسازیم. باید کاملا نشونشون بدیم که پتانسیل بهتر شدن رو دارن و تمام نیازشون صرفاً تلاش کردنه. ولی نه اونقدر تلاش. اون رفتار خیلی بزرگش نمی‌کنیم تا وقتی که انجامش ندیم. بعد اونو خیلی مهم می‌کنیم و حتی سرش جشن می‌گیریم. عملی کردن این اصل به عنوان یه رهبر واقعاً این توانایی رو بهت میده که زندگی کسی رو تغییر بدی. ذهنیت رشد باورهای مثبتی توی آدم‌ها ایجاد میکنه. باور میکنن که هر چیزی رو میتونن به دست بیارن صرفا با تلاش کافی. هر رهبری، هر اینفلوئنسری، هر مربی، هر معلمی مدام باید از این اصل استفاده کنه.
نهمین و آخرین اصل از رهبر بودن اینه که یه کار کن که آدم‌ها از انجام کاری که گفتی خوشحال باشن. اینجا کارنگی که از اعضای کلاسشو بازگو میکنه که عملکرد کارکناشو با دادن یه سمت و عنوان جدید بهتر کرد. به آدم‌ها احساس مهم بودن دادن، همونطور که تو اصل 9 گفتیم، باعث میشه بیشتر حال کنن با کاری که بهشون گفتیم انجام بدن. این اصل یه جورایی مثل رشوه دادن به آدماست. تصور کن به یه پلیس رشوه بدی، با پول دادن بهش که خوشحالش میکنه، کاری که میخوای میکنه برات که احتمالاً در رفتن از یه جرم ریزه. اگه میخوای عملکرد اونایی که رهبرشونی بهتر بشه، از انجام کاراشون خوشحالشون کن. فکر کن که سود کار براشون چیه. این نکته خیلی جالبیه. اکثر رفتارهایی که یاد بقیه میدیم یه فرم از خوشی به تأخیر افتادن، مثل زیاد تلاش کردن یا باشگاه رفتن. خب تو اگه مربی ورزشی کسی هستی و خیلی بهش نزدیکی، میتونی بری دنبالشون با خودت ببریشون باشگاه. اینجوری انگیزهشون برای اون جلسه خیلی بیشتره. مثلا یه معلم یه رفتار خوب با یه جایزه خوب پاداش بده. مثلا بذاره فلان دانش آموز به خاطر کارش 5 دقیقه زودتر برسن یه تفریح. همین الان بشین و خلاقیت خرج کن که چجوری میتونی یه نفر رو خوشحال کنی تا یه رفتار ضرور که میخوای و انجام بدن. شکرگزارم که تا اینجا دیدی. بازم میگم که این کتاب خیلی تاثیر مثبتی روی زندگی من گذاشته و اگه تا اینجا دیدی حدس میزنم که برای تو هم همینطور خواهد بود. مهارت‌های اجتماعی از همیشه مهمترن. اینکه آدم‌ها رو مدیریت کنی، رهبر بشی یا رفتاری رو تغییر بدی، یا دوست پیدا کنی یا روابط خانوادگی تو تقویت کنی، این خیلی با ارزشه. این هدیه رو به بقیه هم بده. اگه این کلاس رو با حتی یک نفر شیر کنی، اون وقتی یکی رو داری که باش حرف بزنه که این اصلا رو عملی کرده. اینجوری دوستتو به شنونده بادرک تبدیل کردی که به نفع خودته. امیدوارم از این کلاس استفاده لازم رو ببری. من از درست کردنش واقعا لذت بردم. اینکه این اصول رو یه بار دیگه خوندم. در نظر بگیر که بری عقب و اصول مورد علاقت رو دوباره ببینی و تو ذهن داشته باشی که تو برخورد اجتماعی بعدی چیکار کنی. میتونی اینقدر این کلاس رو ببینی که کاملا اصول رو یاد بگیری. خب اگه تا اینجا دیدی، مطمئنم زندگیت بهتر میشه. به حرفای حمزه گوش بده و اصول رو عملی کن. و حالا که آخر ویدیوه، الان بیا نفع خودمو بهت بگم. چنل رو سابسکرایب کن، ویدیو رو هم برای دوستات بفرست. هم چنل من بهتر میشه، هم محیط خودت بهتر میشه. برای جفتمون برد این قضیه. به امید بهتر شدن جامعهمون.